goh shunday paytim keladi, sizga bir gap aytkim keladi. Qurisin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytkim keladi. Dadam so'zim tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytkim keladi. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها، تماشابینان شبکه شهرام. وقتی که 25 می آمد می شود تا آمدن و بعدا در دهه ما، در شهر ما، البته در همه جا بودگیست، یک انانه است. همسینفان بعدی ختم مکتب نشست میکنند و دیدار همدیگر را میبینند، صحبت میکنند، دیدار گرمی یکدیگر را میبینند. امروز باشد ما در طربخانه آتشین بابا در ختم 25 سالگی سال تولد 1984 سالها حضور داریم. آنها را تبریک میگویم از نام مسافر همسینفانشان، از نام مطلبکه، فضل دینکه، زفرکه، فیروزکه، سرحدکه، کمالکه، نیکین آیتی، نزاکت آیتی و روحی آیتی ها تبریک میگویم و این لحظه ها را همراهی شمایان با هم میبینیم. آقا باشه، آغاز کنیم. میخواستیم استاد و آموزگارهای امروزه سببچی بزم را، البته آموزگاران را تکلیف کنیم. مرحبا، احمد جانов و استاد عزیز همراهخالov شما را تکلیف میکنیم. مرحبا.
استادان عزیز، السلام علیکم آموزگارها و ختم کننده ها. و امروز با یک آرزو با یک تکلیفی من و کودکی ها سفر کرده من حاضر همه خاطر است و هم می‌بستایی که نامها تکلیف شد و همه در آمدن. این درها غریبت است. می‌بینم ای دوستان جانی با هم بودن غریبت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غریبت. عمر روان است، خواهیم یا نخواهیم، صد شکر زندگانی بیغم بودن غریبت. در این لحظه های بیغمی استادان عزیز، آموزگارها برای شمایان تشکر همه ختم کننده ها را می‌خواستم رسانم. بگویم تا جهان باقی است ای آموزگار، نامی تو ماند در جهان کائنات، چون که تو در دلهای انسان مانده هیکل از علم و دانش یادگار. سلام برای دیرکتور مکتب رفیق جواد، برای استاد و آموزگارها، استاد ابراهیم احمد جان و معلمه های عزیز که از صنف ابتدایی درس دادن، معلمه حلیمه و قیاس و شمایان همین در چشم شما کودک هستند. اینها کودکان را با وای رسانده. اینا ببینید که هم آنشان برای خلق و وطن خدمت می‌کردند. این انسان‌ها افتخار می‌کنند. در حقیقت شاعر بسیار زیبا فرموده است شمایان قهرمان هستند. شمایان در دل اینها هیکل قهرمانی را گذاشته. از نام برزه شاگردان، از نام آن شاگردانی که در مسافرت هستند، با سبب‌های معین در راه دور در مهاجرت گشته ایستادند. از نام مهاجر شاگردان رمزی تشکر را می‌رسانیم برای شمایان. لایق بزرگ فرمانده است در روی ره گل پژمرده دیدم، لقدمان است و میداند نیهانی، زمان زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی. بیدیدم باغ‌ها از بادی کبوتر و دستی مادرم با بیزمانی، و روی نام زده هر بار میگفت جوانی و جوانی و جوانی. استادان عزیز، خدا کنه در 58 سالگی امروزه ختم کننده ها شمایان سرور شدند. مانند امروز مردم و مقامات سالم شدند، با چهره تر دیدار همدیگر را دیدن نصیب کنند. و در اینجا سرآور می‌خواستیم برای معلمه ها گلدسته های زیبا را تقدیم کنیم. از نام تمام ختم کننده های سال 1984 سالها با فرسنگ ها می‌خواستیم تقدیم کنیم. مرحبا. ادوان وقت بزرگ نگیریم از استادان سرگرد شده معلمه ها فرمایید. سلام علیکم دوستان عزیز، شاگردان محترم. من حسن از دانشگاه شروع
یورو و این جشن اسپانسوری تبریک و مبارکباد بوده و همانطور امید دارم استفراز با آن شخصانی که در مسافرت و مهنت ایستادن واقعا سیاست سلامتی تمام دارد. می‌خواستم که این جشن سال‌های سال تکرار شود. همونطور هم.
камолакарнигӣ ноитӣ назокатоитӣ рӯҳиёитиҳо гуфтанд ки агар имкон мебуд ҳамин рӯз 10 дақиқа бошад ҳам рафта ҳамроҳашон ба кӯдакиҳо ба даври беғамии зиндагӣ сафар мекардем. лекин ин зиндагӣ будааст, мана муаллима гуфта, аз ҳама даври беғамии зиндагӣ даври мактаб будааст. мо ҳам аз сар гузарондем. баъде ки мактаб тамом шуд, аллакай сар мешавад ҳама ташвишҳои зиндагӣ. бигзор ҳар боре ки муаллимаҳо устодон шумоёнро мебинем, мо кам бошад ҳам сафар мекунем ба кӯдакиҳо. аз номи имрӯза тамоми хатмкунандаҳоятон шумоёнро табрик мегӯем. ҳамеша сиҳат саломат бошед ва мехостем пеш аз ба ҷойҳо таклиф кардан ана ҳамин вақт яктан ҳастем ки ин лаҳзаҳоро ба таърих муҳр созем ва боз баъд аз он суханҳоро як аз тамоми ҳамсинфон мешнавем. марҳамат, операторҳо ду оператор дар хизмати шумо ҳастанд, фақат ҳама мудиранаш дар кор. марҳамат. Ozod eksportu, abi, peşini ozod eksportu. Sniper. Você não disse antes. Não, chegou, você não disse. Já? Passou aqui. Você não vai dar fé ao seu. Vai ver. Alô, Jesus. Aí vai foi que na pista que só que não vai ter mais. Sakin. Umarım o sevdik de bu. Aminam spor programı ne? Kale. Organize. Şuraya? Hayır, hayır yok. Ben şey tayım. Şuraya? Ben hafta kaybediyorum. Siyakat böylece. Şovlarla oluşuyor. اینجا من که دیگه مرادی بودوی بده یاد گذشتگان را همیشه در دل و در دیده و در قلب‌ها جاویدان باید داشت.
این هم فرض و هم قرض است. من حاضر گواهی آن شدم که طریق آهلیک استودیو یک لوحه زیبا، یک لوحه تاریخی که در کودکی همراه با بابای رسیدید. این زندگی است که ها دیر، که ها بر وقت می رود. از مابین شمایان هم 3 نفر علاقه این دنیا را پدرود گفتند. خدا رحمت کند گذشتگان را، دلشدکه، یادگارکه، محچه رایتی را. در این سن جوانی، در این سن و سال گلفشانی زندگی دنیا را پدرود گفتند. این امر پروردگار است، این تقدیر است و از دوستان خاطره آوردن این افتخار است. چخیلی که همه همسنفان با یک فکر، با یک اندیشه، با یک دلی پر از مهر آن گذشتگان را یادآوری کردید. خدا رحمت کند. امروز از آن آسمان خرسندند که همه همسنفان را در یک جا جمع می‌بینند گذشتگان ما و آخرتشان آباد باشد. میگوییم میخواستیم برای تبریک کردن همه همسنفان، برای رحمت و تشکر رسانیدن به حرمت استادان و صحنه دلیرکه را و زیبایی را تکلیف کنیم. سخنهایشان را، نیتهای نیکشان را برای همسنفانشان شنویم. دلیرکه مرحمت، از نام همسنفان زیبایی مرحمت شما را نیز دعوت میکنیم. گیاهی تشنه باران ای دوست، منم بیمار و تو درمان ای دوست. مرا دل میکشد بر صحبتی تو، تمنای دلی پزمان ای دوست. به جان هم تا نباشد لیک دانم، تو بر من جانی 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 ای دوست. راحت بینم بلم آید تبسم، تو چون خورشیدی نورافشانی ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. مرحبا همسنفان، مرحبا. Assalomu alaykum hamsifon aziz, muallimon muhtaram, hamma shimoyonlar boyi ro'zi xatm kunandagoni 2001 یعنی 25 سال شد تمام کرده مکتب ختم کرده گمنا هم موتونه تبریک میکنه همین روز کرده شما صحت سلامتی عمری با برکت معلم با مینداری کلان بیاسوا معلم حلیم و معلم روبر کلاسمون حضرت خل معلم دیرکتر مکتب جبار احمد جانو هم شما از طرف همسنف شما مینداری میکنیم شما با صحت سلامتی عمری با برکت اویلوی با عمری سعدیانه چی عمل نیت کردگی باشه عمل با اجرا شوه سری نیواره فرزنده با دعاگوی شوه سری شاگرده با دعاگوی شوه شاگردتون چه خیلی شوره که نام گفته فرزندتون برای مونه همه وقت دعاگو باشه حکم مونده گفت همه سیبون مگه دیگرش Assalomu alaykum hamsinfoyi aziz. Man shomoni با این روزی 25 سالگیتون تبریک میکنم. همه وقت سخت سلامت باشه، اینجا باشه، صحب باشه، اویلاتون که تینجو آسایشته زندگی کنه. الهیم چند سال 30 ساله، 40 ساله، 50 سالگیامون جشن گرفتن. تقدیر کنم اونا الهیم وقتی یکدیگریون فقط سخت سلامت باشه، مهر عاقبت کمتر نشه و الهیم معلمای عزیز و تشکرهای زیاد میگیم که جا باشه، صاف باشه. ما شما همه وقت نقض میبینیم، یاد به میبیاریم. تشکر زیاد. السلام علیکم. هم یکوتون خوش آمده. من هم خیلی شتنامون اینم زیاد شود. الیم هر سال هم خیلی شتن موتر شود. اما کالکتیو سیمپا رحمه همین تشکیلی با مالی موبایم رحمتی کلان آمده الهی مکرد. چی نیاتاتون مرسه دوگو شده سری مامون با صاف سلامت کرده الهی هم مامون صاف سلامت کرد پیری به دولت شده کردیم همین خیلی کم نشدیم زیاد همین خیلی استماع مامون یا شکر
organizator va dile rahmat kinja sher zot sanat sarvinoz laziz musofir va bilik bachcha va dile minnatdori mekne shahri musofiri sudan dastgiri kadamona hamoshma rahmat kalon o ki bilinja tashkiliga toli mali va har بچه ها رحمت کنم تشکیلی کده که ارگزه چه بچه ها هم ماشونه کنم نمبر کده شهر نیست همش بدونه همش قطعیت های گروه ها با رحمت هم اتوه بچه ها من بیشه اتفاق کنم نام کم میزم کنم همان گپای همینه با هم ماشونه خوشی چی نیت داریم همون نیت داریم رسه السلام علیکم همسیمفونی عزیز هموتنا با این 25 سالگیمون تبریک میکنیم خوش آمدیم زندگی حاضر قدم کلانتر ماندم گفتن که 30 سالگی 40 سالگی بشنیم نه زیبایتی 26 سالگی 27 سالگی تا هر سال این دیدار بینی غنیمت هست حاضر راستی همین مرکه تمام میشه غبارای دل همیشه ریخته میرود شما لازم هم باتون سفر میکنه کودکی با وایدگی ها اسم میبین این دور بیغمی است اینجا با پادشاه و گدا همه یک خیل است بگذار هر سال ششتن هر ماه ششتن نصیب کنن دیدار همدیگر را با سری دیدن با کیفیتی خوش با دماغی چاک دیدن نصیب کنن اگر با چنین نیت ها همه را برعکس تکلیف کنیم که لحظه ها را با تعریف مهر سازیم اینجا ایوبه یکی موقع هیچ کس ایوبه نمیدن یک کسی بگم من پرسیدم از زیبایتی پرسیدم که شما چند هستین گفتم دو تا من خیال کردم که در یک سیب اینقدر طلبه میخونم بارکالله با استادها که اینقدر طلبه را علم دادن اینقدر طلبه را فرهنگ دادن تشکر بگیم برای استادان عزیز اکنون بنقصیم در رکب سیلای تکلیف بکنیم زیبایتی شایدایتی دخترای تکلیف بکنیم برهمه سنتهای رقصی مبارک باشم
اینک عزیزان امروز این بزم زیبا رو همراه شما با هم دیدیم. یک کیفیتی خوش را برای شما آرزو مندیم و با ما باشه. در پناه خدا باشه.